السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فعالیت های وزارت امور شهدا و معلولین در یک هفته. ریاست پلان و ارتباط خارجی وزارت امور شهدا و معلولین تفاهمنامه ای را به ارزش مجموعی $55,000 آمریکایی با مؤسسه خیریه HHRD امضا نمود. قرار است بر اساس این تفاهمنامه در ولایت غزنی، پنجشیر و فاریاب به 720 تن ایتام خانم‌های بیوه و معلولین کمک‌های زمستانی که در آن کمپل و البسه شامل می‌باشد توزیع خواهند گردید. کمیته موظف ترتیب طرح تشکیلاتی ریاست‌های مرکزی و ولایتی وزارت امور شهدا و معلولین در ریاست منابع بشری عملا به کار آغاز نمود. قرار است کمیته موظف طرح تشکیلات وزارت امور شهدا و معلولین را ترتیب و آن را به هدف طی مراحل بعدی با ریاست بازنگری امور کادری، اصلاحات و تشکیلات امارت شریک نمایند. با منظور رسیدگی به مشکلات و خواستهای ایتام خانم‌های بیوه و معلولین، ریاست اطلاعات و ارتباط عامی وزارت امور شهدا و معلولین از طریق کال سنتر یا مرکز تماس در یک هفته با 274 تماس تلفنی و رسای شهدا و معلولین در رابطه با پرداخت مساعدت‌های نقدی ماهانه، چگونگی ثبت و راجستر ایتام خانم‌های بیوه و معلولین و بخش‌های دیگر معلومات موثق و دقیق ارائه نموده است که مشکلات و خواستهای آنان استماع گردیده و با بخش‌های مربوطه شریک شده اند. ریاست تنظیم خدمات اجتماعی وزارت امور شهدا و معلولین در هماهنگی با مؤسسه خیریه یار با 200 تن خانم‌های بیوه و معلولین بسته‌های مواد غذایی توزیع نمودند. ریاست پلان و ارتباط خارجی وزارت امور شهدا و معلولین به منظور حمایت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت و خانم‌های بیوه تفاهمنامه‌های همکاری را به ارزش مجموعی $18,075 آمریکایی با دو مؤسسه خیریه امضا نمود که بر اساس آن به 145 تن خانم‌های بیوه و معلولین در ولایت کندهار، کابل و پروان کمک صورت می‌گیرد. مسابقه سیرت النبی صلی الله علیه و سلم از سوی مؤسسه HHRD میان 70 تن ایتام در مرکز حمایوی و رسای شهدا و معلولین برگزار گردید. آن عده یتیمان دانش آموزی که در این مسابقه نمرات بلند کسب نموده بودند جوایز دریافت نمودند. ریاست پلان و ارتباط خارجی وزارت امور شهدا و معلولین تفاهمنامه همکاری را با مؤسسه نداءالخیر امضا نمود که بر اساس آن به 32 تن خانم‌های بیوه در ولایت لوگر در راستای خودکفایی اقتصادی آنان مساعدت صورت می‌گیرد. ریاست امور شهدا و معلولین ولایت کابل در هماهنگی با بنیاد خیریه نصیر به 25 تن ایتام و معلولین به منظور فراهم نمودن فرصت‌های کاری به آنان 25 اراده کراچی و همچنان به هر فرد مستحق مبلغ $100 آمریکایی پول نقد نیز توزیع نمودند. به منظور ایجاد سهولت‌های بیشتر و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، ریاست امور شهدا و معلولین ولایت کابل در هماهنگی با مؤسسه خیریه ثواب به 100 تن معلول مستحق ویلچر توزیع نمودند. وزارت امور شهدا و معلولین به منظور خودکفایی خانم‌های بیوه تفاهمنامه را با مؤسسه جمعیت کمک‌های انسانی امضا نمود که بر اساس آن به برخی خانم‌های بیوه در ولایت جوزجان زمینه اشتغالزایی فراهم می‌گردد. ریاست امور شهدا و معلولین ولایت پنجشیر در هماهنگی با ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی آن ولایت به 100 تن ایتام خانم‌های بیوه و معلولین مواد غذایی توزیع نمودند. جلسه اداری در ریاست امور شهدا و معلولین ولایت پکتیکا دایر گردید. محترم مولوی محمد نبی و حاج رئیس امور شهدا و معلولین طی این جلسه با اشتراک کنندگان پیرامون پیشبرد امور یومیه مطابق طرز العمل و پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین برخورد نیک و شایسته با مراجعین، ایجاد هماهنگی بهتر در انجام امور سپرده شده و برخی موضوعات مهم دیگر توصیه‌ها و راهنمایی‌های لازم را ارائه نمودند.